زکی میرزایی هستم و حسام صادقی نیکو در کنار منه. به اولد ترافورد خوش آمدی. سلام به مزدک و به همگی. من خیلی منتظر این بازی بودم. با این سود کار دو تیم در نیمه اول به پایان میرسه. بازی خیلی خسته کننده ای شده. دروازه‌بانا به اندازه کافی کار نکردن. هنوز دو تیم به گل نرسیدن. فعلا 0-0 مساوی. این نیمه دومه که شروع میشه. آدریان بهش میرسه. جلوش گرفته شد. میگیرتش. خوب عمل کرد. ضد حمله رو شروع کرد. این دراپ هست. توپ رو از دست داد. کوین شوتش رو میکنه. میکوبه به تو. یه گل عالی زد. بالاخره موفق میشه. فاصله برای اون مشکلی نبود. خیلی با تکنیک و عالی کارشو انجام داد. بالانسش و همه چیش عالی بود. یه گل فوق‌العاده. بازی 1-0. این بازیکن تهشه. هر وقت نیازش داری گل میزنه. خیلی کارش درسته. آدریان و یه ضربه خوب. هم باید از دروازه‌بان تقدیر بشه، هم از کسی که شوت رو زد. چه زحمتی کشید. از اون فاصله عالی عمل کرد. موقعیت برای گلزنی. به دیرک میخوره. من فکر میکردم ضربه خیلی خوبی بوده. باورم نمیشه که تیرک جلوی راهشو گرفت. توپ رو بایی میکنه توی دروازه. حالا برابر شد. خیلی خوب روحیه خودشونو جمع کردن و ازش استفاده بردن. از این روحیه خوشم میاد. از پاس ضعیف حریف استفاده میکنه. اون پاس توی جای خیلی خوب قرار گرفت. ولی در پایان کارش سخت بود و عالی کارو تموم کرد. نتیجه مساوی شد. خیلی زمان خوبیه وقتی گل میزنی، ولی اگه حواست پرچه تموم. کار تمومه. لیتمنن. اکیمی دیمولیو. بازی با نتیجه مساوی به پایان میرسه. 90 دقیقه برای تعیین برنده کافی نبود. دو تیم باید در وقت اضافه به کارشون ادامه بدن. اونا تو موقعیت خوبی بودن و نباید میذاشتن که این گلو بخورن و این به ضررشون تموم شد. آرمن تراوره. اتو داور اخراجش میکنه. مربی خیلی عصبانیه. باید بگم تصمیم سختی گرفت. داور امکان داره که زیاده روی کرده باشه. توپ رو گرفت. عالی دفاع کرد.
کماکان نتیجه مساوی بر بازی حکم فرماست. پایان بازی نزدیک میشه. هنوز تیم‌ها نتونستن برتری خودشون رو ثابت کنن. به نظر من یه اتفاقی تو این 15 دقیقه آخر میفته. داور بازی 120 دقیقه‌ای رو به اتمام میرسونه. نتیجه مساویه. بازیکنان خسته‌اند. بعد اینکه به ضربات پنالتی میری. جایی که اعصاب حرفه‌ای‌ترین بازیکنان میتونه خراب بشه. خیلی خوب زد. زمانش رسید کاپیتان نشون بده ازش چی برد. او آماده است برای متقبل شدن این مسئولیت. برای دروازه با مشکلی نداره. درست سبت دست دروازه. این اصلا خوب نیست. میزنه وسط. ضربات پنالتی مثل شیر یا خط میمونه و این فشار باعث میشه که رو آخر کار تاثیر بذاره.